امروزها در سرتاسر کشور همان آزمون جمهوریوی کتابخوان بهترین تحت عنوان فروغ صبح دانایی که با تشبث سرور دولت پیشنهاد شده است برگزار گشته ایستاده است. آن در 3 دور دایر می‌گردد و دور اول یعنی دور مکتبی علکه در بسیار مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی جنببست گردیدند. در دایره آزمونی مذکور در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 54 پایتخت محفل ادبی تحت عنوان ترنم کتاب برگزار گردید که حال فشرده آن را منظورتان می‌گردانیم. کتاب همچون شناسنامه شناخته هر یک خلق و ملت برای پاک و بی‌گزند نگاه داشتن زبان مادری و رشد آن تحکیم و تقویت یافتن هویت ملی، خودآگاهی و خودشناسی هر یک فرد نقش بزرگ دارد. کتاب آموزگاری روزگار است، رفیق مهربان و غمگسار است. هر آن که با کتاب اندر سخن شد، سخن پرورده هر انجمن شد. بله آن که با سخن با قلم سروکار دارد، آن که برای گذشته را به این روز آشنا و این روز را ترنم و ستایش می‌نماید عزیز و صاحب خیرت است. همنشین به از کتاب مخواه که مصاحب بود گه و بیگاه. راحت افزای جان و راحت دل، هرچی دلخواهی توست از او حاصل. این چونین همدم لطیف که دید که نرنجه دهد نرنجانی. شکر که توسط این گنجینه بی‌بها مادر آموزگار انیس و غمبرار آبی چشمسار و شعم و شب تارش مینامیم گذشته و آینده خود را میدانیم و می‌آموزیم. از نگاهم شراره خواهم ماند، از بساطم ستاره خواهم ماند. در کنار زمین اجدادم قلب من بی‌کناره خواهم ماند. در شماری تمامی دردی بشر دردی من بی‌شماره خواهم ماند. پیش چشمی زمانه نیک و بدم در سخن آشکاره خواهم ماند. از کسی یک خسی نماند، از من عمری دوباره خواهد ماند. پاره ها ای دلی شکسته ای من، شعری من پاره پاره خواهد ماند. احترام به وطن، افتخار به تاجیکستان عزیز، دوست داشتن هر گوشه و کنار آن، از درست مطالعه کردن کتاب و از بر کردن مضمون و متن‌های آن به دست می آید. اینجای خواندم که در زمانهای قدیم آوازه پیدا شد که گویا در کشوری سر به فلک کشیده هندوستان گیاه می روید که انسان را عمر جاوید عطا می نماید. ساده‌لمحان و ساده اندیشان پی جستجوی این گیاه می رفتند و می آمدند. تنها زمانی که از دانشمندی همان مکان پرسان شدند گیاهی که انسان را عمر جاوید عطا می نماید، دانشمند پاسخ داد که نام بردن از گیاهی که انسان را عمر جاوید عطا می نماید این کتاب است. و در دربار ساسانیان شاه ساسانی به حکیم دربارش فرمود که به کشور معجزه ها هندوستان سفر نماید و از آنجا کتاب ارزشمندترین آن را بیاورد. حکیم تاکید شاه را از یاد نبرآورد و به کشور هند سفر نمود. از آنجا کتاب ارزشمندترین و بهترین کلیله و دیمنه را آورد. این کلیله و دیمنه کتاب بهترین آن زمان بود و تا این زمان همان کتاب باقی است و در دست مطالعه خوانندگان میباشد. شکر میگذاریم از آن که پیشوای ملت ما برای کتاب، برای پیشرفت معارف، برای پیشرفت جوانان، آینده جوانان بسیار هم مهنت و زحمت میکشند، بسیار یک اقدام های نیک میگذارند و برای چاپ کتاب ها مخصوص از خزینه خودشان استفاده میبرند. انا همین کتاب هایی که از خزینه پیشوای ملت چاپ کرده می شود در کتابخانه ما نیز باز جمع آورده شد که اینها بهترین دردانه های ادبیات دیروز و امروز ما هستند و راه کتابخانه ها به این کتابخانه همه روزه هست. ما از زمانه خفا نمیمونیم. در ما پیوست اینترنتی هست که در اینجا باز کتابخانه های مخصوص دیگری هست که خوانندگان از این استفاده میبرند و شکر آن که روز به روز صفحشان زیاد می شود. ما حالا حتی از
صنف‌های ابتدایی من چه طوری که شما دیدید امروز برآمد کردن خوانندگان صنف دوی همین مکتب که الکی با کتابخوانی خیلی شوق پیدا کردن، الکی با شعر ازیادکنی با صحبت‌های ادبی خیلی شوق زیادی دارن و در اینجا باز ما با نویسندگان، شاعران، عالمان بعضا خیلی یک برآمدها واخوری‌های عجیبی میگذرانیم که خوانندگان از اینها خیلی جهان معنی میگیرند. خدا بر کشور ما سروری داد، کتاب و دانش و لفظ اداری داد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ما نورسان خیلی هم شرایط‌های مساعد فراهم آوردند که ما از کتاب و کتابخانه در عاقب نمانیم و کتابخانه ملی رو به ما فراهم آوردند که همه ما نورسان باید از این کتابخانه استفاده بریم. آدم میتواند علم و تفکر خود را در همین آزمون بلند بردارد. میتواند که یک چیز برای خود از همین آزمون هم جهان بینی، هم از کتاب فهمد. چه خیلی که دیدم درباره کتاب، این آزمون همش درباره کتاب بود که هم انیس و غمخوار انسان، هم رفیق در تنهایی بوده، این تنها کتاب است. روحی ما بر قدر دوران میرسد، جانی ما بر قدر جانان میرسد. نیست تنها چند کس کیهان نورد، شیر دلرس هم به کیهان میرسد. هرچی دارد این زمین و آسمان، جمله بهری رزق انسان میرسد. از درختانی که بنشانیده‌اند، یک عصا از بهر پیران میرسد. نیست حسنی بخیرت را قیمت، شیشه خالی به طفلان میرسد. گر به سر وقتم نآید یاری من، روز مرگم سینه کوبان میرسد. لایق از سوزی درون بیگانه نیست، شیرش از مغزی دل و جان میرسد. واقعا هم کتاب تاریخ ملت، صنعت ملت، فرهنگ بوی و غنی ملت را کتاب در سینه جاویدان نگاه می‌دارد. اثبات این گفته ها بزرگی و نیرومندی کتاب را شاعران ضمن سخنرانی خود در کتاب عکس نموده و به دیگران تا امروز می‌دهند. خدا بر ملت ما سروری داد، کتاب و دانش و لفظ دری داد. همین است که خلق تاجیک را جهانیان از دوره‌های قدیم توسط علم، ادبیات و صنعتشان می‌شناسند که آنها همه کتاب‌ها را حفظ و بررسی نموده تا زمان‌های ما آوردند. کتاب تاریخی چند صد ساله دارد که از معجزه‌ها معجزه دارد. کتاب ما را بس صاحب هنر کرد، ز دانش‌های دنیا باخبر کرد. کتاب است که عقل و خرد و تفکر و جهانبینی انسانی را رونق بخشیده، آنها را به جستجو، ایجادکاری، اختراع، کشفیات و سازندگی‌ها، بنیادکاری‌ها هدایت می‌نماید. در رشد عقل و خرد، تفکر و جهانبینی شخص هیچ چیز به کتاب برابر شده نمی‌تواند. ما سال خورده هستیم یا سال خورده ما را، ما عمر برده بر سر یا عمر برده ما را. ما جان سپار بودیم در حاجت زمانه، یا عزم جان سپاری آسان سپرده ما را. با یاری این ناپیستان خفتیم غافل از آن، همچو انار شیری دست فشرده ما را. راهی دراز طی شد در عمر کوتاهی ما، راه فرسوده کرده یا ره فرسوده ما را. هر یک شورابینی‌هایی که عاید کتاب در بین کودکان و نورسان دایر می‌گردد با احساس خویشتن‌شناسی و وطن‌شناسی
بنیادکاری و سازندگی می‌گذارد. کتاب صفا بخشنده آدم، کتاب دنیای به همتای آدم. این چاره‌بینی واقعا هم مهم امکان می‌دهد که توسط کتاب و کتابخانه‌ها که جای سوادآموزی ما خوانندگان میباشد، حس مهر و محبت به وطن و ملت خویش زیاد گردد. میان خوانندگان مکتب‌های میانه این آزمون محبوبیت زیادتر را کسب نموده است و طالب‌علمان هر یک چاره‌بینی وابسته به وصف کتاب را با یک روحیه بلند خودشناسی ملی برگزار می‌نمایند. در این چاره‌بینی نیز اشتراکچیان کوشش می‌نمودند با اجرای رقص و ترانه‌ها به آن روحیه ادامه بخشند. انیسی کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. در حقیقت اگر کتاب نخوانیم ما اگر به جایی رسیده نمیتوانیم. همیشه آن شخصی که کتابخوانه است صحبت او برای همه بسیار فوران و دلنشین است. آنهایی که کتاب میخوانند در جمعیت شخصهای خیلی با آبرو، با عزت، با حرمت هستند. برای همین ما باید از خردی از امروز از این زینه‌های اول مکتبی به خواندن کتاب باید مشغول شویم و خود را به این کار آماده سازیم. در عالم پدیده‌های مقدس وجود دارند. بدون آنها حیات انسان رشد نمی‌یابد و یکی از آنها کتاب است. کتاب برای انسان چون آب و هوا لازم میباشد. چنانکه زمین به آب و هوا حاصل نمی‌دهد، روزگار انسان نیز به آب نشو و نما نمی‌یابد. کتاب یا بهترین دوستدار و غمخوار، نشان دهنده حیات آسایشته و مددگار انسان است. کتاب منبع یگانه علم و دانش و فضل و احسان انسان کامل به شمار می رود. کتاب به ما بهترین رازها و مخصهای زمانه را نشان می‌دهد. روزی که نخستین کتاب پدید آمد، زمین لرزید و کردگار از خیرد آفریده خویش به شوق و سرور آمد و گفت: زهی فرزند پاک گوهر من. روزی که نخستین کتاب پدید آمد، انقلاب در روح مردم پدید آمد. سرآغاز انقلاب ها: ای زردشت، ای حامد، ای کنفوچی، ای گویندگان کتاب ها، انسانیت بر شما سجده می آورد. آفتاب پدر بر شما سجده می آورد. زمین مادر بر شما سجده می آورد. مادر خدای مطلق، طبیعت مقدس و بزرگوار بر شما سجده می آورد. روزی اگر کتاب نخوانیم سالها پس میمانیم. روزی اگر کتاب نخوانیم زندگی را باید از نو بیاغازیم. به کتاب دیو تاریکی و دروغ ما را به کام خود فرو میکشد. بدین وجه خواهانم که کتاب را همچون آب نوشیم، همچون هوا نفس کشیم، همچون نان خوریم و همچون محبوب دوست داریم.
кулли ашё мешавад охир хароб, ту фақат боқӣ мемонӣ китоб. چندین مکانی دیگر شود چندین زمانی دیگر شود چندین جهانی دیگر شود اما به یاد آدمان نمی رسد چون قوه آب جهان نکی بماند جاویدان. محمد حجازی گفته وقتی که یک کتاب خوب به دست آورده دیگر چه غصه دارد؟ هر یک کتابی که به خانه میبرد دانشمند است که به خدمت خود میگذارد. بزرگترین سخنان بزرگان را از کتاب بشناسید. ثروت هر یک خلق و دولت کتاب است. عبدالرحمن جامی فرموده است خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. من از بر میکنم روز سرودی آبشارم را، زبان میبخشم آخی من سکوتی کوهسارم را. من آخی رودها را رهنمایی میکنم روز پیامی آب می آرم جواری دشت زاران را. من آخی ترنه ها را با بهاری نو مبارک باد می گویم و از هر خط سبزی سبزه نو رستم می جویم زمانی نوقدیم را. و از هر نونی حالی گل بسر درخواست می سازم زمانی نوخطیم را. من آخر کاروانی کوه ها را بار می بندم و درگاه جوانی روی می آرم به حق شیر مادرها و حق حسن دخترها جوانی را جواز توی می آرم. جوانی دیگر می یابم از دنیای روحانی زینم تحریر می سازم به افسوس و پشیمانی خطاهایی که از من رفت در عشق جوانیم، خطاهایی که بگذشت از من و از زندگانیم. زمین سختی کوهستان دلی نرمم عطا کرده است. درشتم هر کی میخواند خطا اندر خطا کرده است و مثل کوه یک رویم بسانی چشم حق گویم چونین بودم چونین باشم که انسانم خدا کرده است. یکی گفتی تو ایرانی، دیگر گفتی تو تاجیکی، جدا از اصل خود میرد کسی ما را جدا کرده است. جهان یک روز می ترکد زی آهی پرشراری ما که بر ترک وطن ما را پیاپی مبتلا کرده است. боиси қайд аст ки имрӯзҳо чунин ҷорабиниҳои адабӣ дар аксар муассисаҳои таҳсилоти кишварамон баргузор мегарданд ва ин бори дигар аз он далолат медиҳад ки насли наврас ба китобу китобхонӣ шавқу ҳаваси зиёд доранд.